به هیچ کس بدهکار نیستم و از کسی طلبکار نیستم و از همه طلب بخشش دارم. خوناشام شب‌های تهران که به 9 زن تجاوز کرد و آتیششون زد. بچه باهوشی بود کلا. غلامرضا خوشرو ملقب به خفاش شب که تا همین 10 سال پیش هم از ترس اسمش کسی سوار تاکسی نمیشد، کسی بود که از بچگی با عقده و فقر بزرگ شد و از 13 سالگی شروع به دزدی و جنایت کرد. خفاش شب سال 71 با شریک جرمش دستگیر شد ولی از دست مامورا فرار کرد، اما شریکش 4 سال بعد اعدام شد که به گفته خودش باعث شد برای انتقام برگرده. این قاتل سریالی با ماشین‌های دزدی زنای تنها رو سوار می‌کرد و به یک جای خلوت می‌برد. بعد از تجاوز با ضربات چاقو، خفه کردن و سوزوندن قربانی‌ها رو به قتل می‌رسوند. بین 9 قتلی که این آدم انجام داده، حتی یک دختر 9 ساله همراه با مادرش هم بوده. وقتی جنازه رو دیدیم یه دختر 7-8 ساله بود. خوشرو تیر سال 76 دستگیر شد ولی به هیچ چیز اعتراف نکرد. همه جرم‌ها رو گردن یک کاراکتر خیالی انداخت و قبل از اینکه در ملأ عام در ورزشگاه آزادی اعدام بشه، روی کاغذ نوشت: